مسیر 4 مغز فقط 950. دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هومن هستم. خوش اومدید به کانال تهران من. امروز اومدیم به نمایشگاه بهاره. اگر هنوز خریداتون رو انجام ندادید، هم خریدای لباس، خریدای مربوط به خورد و خوراک، شیرینی، شکلات، آجیل و هر چیزی که مربوط به عید میشه هنوز انجام ندادید، این ویدیو تا آخر با من همراه باشید. هر کدومش تک به تک خواص داره. انگار شما یه لیوان ادویه باشه از این لیوان مصرف کنید، نیازی به هیچ قرص مثلا داروخونه‌ای برای ویتامین گروه B و C و اینا ندارید. این دو تا هم محصول جدیدمون هم هست، آفتابگردون. این چند 381 کیلوش. این تو آفتابگردون رو کشته با طعم کچاپ، یکی با طعم پیاز جعفری، هم جدیدن هم جدیدن. این میتونی 5 تومن برام بکشید. اینا 300 تست بدم خانم. بدون آبش برای من با آب نمیخوام. نمیشه، خشک میشه. نه. من میکشم مداش. رمضان ضرر داره به خاطر من چون از تولید دارم سفر دارم ایناشو مغز دارن. اینا هر کدوم مغز دارن. او الان زمینه یه مردمه هم بگیر
آجیل 4 مغز فقط 950 به شرط فقط 950 از فروشگاه آذرشهر خرید کنید. مقایسه کنید جنسو پسند کردین ببرین آقا. 950 بفرما. اینشو بیر سمت اون سیمشو بین این مراجعه سیمشو بین اون قیمت کارتونه بفرمایید چین ساعت 40 بدید این 350 تو خود نماینده چه مثلا فرق بزن علی کارتونه کردی نه بابا این اگر اینجا ببینید بخور ببر بار تازه میخوای ببر
قابل دارم نیم خدا نیم چی میخوام؟ پس میخوام بفرما ترشک لواشک خب دوستان، ما قبلا یک بار دیگه یه ویدیویی از فرهنگ سالار اشراق براتون تهیه کرده بودیم که مربوط به جشنواره انار بود. شب یلدا این ویدیو رو براتون گذاشتیم، ولی حالا دوستانی که ندیدن یا دوستان که بازم ببینن، هم لینکشو بالای صفحه الان براتون میذارم، هم لینک رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که بتونید ببینید. مثلا مدلی میزنی یه دونه چیز هم یعنی چی آبداره؟ قرار بگو آبداره الان میام میگیرم. سوهان داغ و تازه ترکیباتش هم آرد جوانه گندم هل گلاب همینجا پخت بکنیم تولید به مصرف. بفرمایید خوش اومدید. کیلو 400 جان. اگه روزه نیستی بر بتاش. مولکیه؟ جان؟ مولکیه. نه مولد اصلی. کار کنیم این چه ساعتی ساعتی 450 بود 200 بندش داریم 200 و کمتر نمیتونم من شرمنده 200 تومن روش تخفیف گذاشتم دیگه پایین‌تر نمیاد اصلا. این خودش آداپتور داره سیم و اینا همش اوکیه. فقط باید این سری شارژر بزنم. چند تا چیز داره؟ سه تا تیغه داره با 6 گوشه. کیا چیه؟ کیا توش داره؟ مرغ، سیب زمینی، سبزیجات. چنده این؟ بعضیاشون هم قارچ و پنیر پیتزا هم دارن. مرسی. چنده دونه 40 تومن. 40 تومن؟ بله. به خلیج دادن بهترین شیر خلیج 700 تومن بلک مارفین 750 تومن نشومیده 650 کتر فیله کتر 350 اون هم دارن حلوا
کجا میری؟ فقط 500 حراجش کردیم 700-800 تومن مغازه فقط 500 لیوایس کارگو مامفیت رنگ بندی سایز بندی فقط 500 حراجش کردیم 250 تومن مظلومم بگو من سلام بیارم بالا سر چیزا هستن ببینید میگیری دا بکن بابا نه فیلم تو میگیرم آجی تولیدی ما رو نداری جای دیگه بزنی خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. نمایش‌های بهاره نوروز همه روزه از 15 اسفند تا 25 اسفند از ساعت 10 صبح تا 10 شب برقرار هستش که ما یکی از شعباتش که فرهنگ سرای اشراق بود و دیدیم. باقی شعباتش رو براتون به صورت لیستوار می‌نویسم، زیرنویس می‌کنم که بتونید اینا رو ببینید. تمام تلاشمو می‌کنم که از باقی شعباتش هم بتونیم فیلم تهیه کنیم و براتون بذاریم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید لطفا ما رو سابسکرایب داشته باشید، زنگوله بغلش رو بزنید که از زمان ویدیو جدید گذاشتیم بتونید ببینیدش. حتما به ما لایک کامنت بذارید، با لایک کامنتاتون از ما حمایت میکنید. این ویدیو بمونه به یادگار از طرف کانال تهران.